الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را شاکریم که باز هم فرصتی و توفیقی عنایت فرمود تا دقایقی را در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشم. در جلسات قبل اگر خاطرتون باشد پیرامون نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم مطالبی رو خدمت شما عرض کردم و در جلسه قبل پرداختم به معرفی و بیان نسب عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این برنامه انشاءالله میپردازیم به معرفی عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی خواهران عبدالله پدر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم. درباره دایی های رسول الله صلی الله علیه و سلم مطالبی ذکر شده. افرادی به عنوان دایی های رسول الله صلی الله علیه و سلم و برادران آمنه بنت وهب معرفی شدند، مانند اسود، عبدالله، عمیر و عبد یغوث که همه اینها فرزندان وهب بودند و برادران آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما از آنجایی که در مورد این افراد و نسبشون و رخدادهایی که اتفاق افتاده چندان ارتباطی با این بزرگواران ندارد، به این خاطر من بسیار گذرا از این افراد عبور کردم و فقط نام آنها را بردم و می پردازیم به عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم و دختران عبدالمطلب. رسول الله صلی الله علیه و سلم 6 تا عمه داشتند که از همه معروفتر و مشهورتر و از همه بیشتر در معرض بیان و در معرض احداث تاریخی و رخدادهای صدر اسلام واقع شده اون حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها هست. صفیه دختر عبدالمطلب رضی الله تعالی عنها عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و خواهر شقیق حمزه رضی الله تعالی عنه.
مادر صفیه و مادر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهما هاله هست، هاله دختر وهیب، و هاله دختر وهیب دختر عموی آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر خاطرتان باشد در معرفی نسب مادری رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض کردم که آمنه دختر وهب هست و هاله دختر وهیب هست و این هاله مادر حضرت حمزه و حضرت صفیه رضی الله تعالی عنهما هست. صفیه یکی از مسلمانانی هست که در صدر اول اسلام مسلمان شدند، در عهد مکی جز مسلمانان سابقین اولین هستند، مسلمان شدند و هجرت کردند و حتی در جنگ و جهاد و در غزوات همپای مردان و در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارزه می کردند. در غزوه احد از ایشان نقل شده درباره ایشان که در این غزوه نیزه ای را به دست گرفته بودند و با اون نیزه مانند مردان جهاد می کردند و در صف مقدم بودند. ولو این که ایشان یک زن بود، اما واقعا نشان داد که زنان هم قهرمانانی دارند که چه بسا گاهی مردان هم از آنها عقب می افتند. در غزوه خندق یک اتفاق بسیار جالبی افتاد که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه در خط مقدم بودند، رفته بودند کنار خندق و اون خندقی رو که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حفر کرده بودند، پیرامون آن سنگر گرفته بودند و مشغول مبارزه بودند با دشمن. در همین هنگام یک فردی از افراد دشمن نزدیک به قلعه‌ای آمد که فقط و فقط زنان و کودکان در داخل آن تحصن کرده بودند و در آنجا جمع بودند. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه که در آن وقت پیرمردی بود و سال خورده و ضعیف بود، نمی توانست که برود و این فرد دشمن را و این نیروی نفوذی دشمن را دور بکند یا با آن مقابله بکند. خود حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چوبی را به دست گرفت، چوب بلندی را، و رفت سراغ اون نفر کافر و یکی از افراد دشمن و با همون چوب تا آنجا اون فرد را زد و مورد ضرب و شتم قرار داد که نهایتا اون فرد را کشت و از بین برد. این یکی از افتخارات حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها هست که در این غزوه مانند غزوه احد شرکت داشت و در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و به همراهی ایشان در واقع جهاد کردند. و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم غنایم این غزوه را، غزوه خندق را یا احزاب را تقسیم کردند در میان مجاهدان، در میان سربازان، حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها را هم یک سهمی دادند، زیرا که همانند مردان و همانند دیگر سربازان اسلام که در صف مقدم بودند همانند آنها جهاد کرد و به خوبی درخشید. در زمان جاهلیت حضرت صفیه بنت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنها ازدواجی کرد و شوهرش حارث ابن حرب ابن امیه بود که ثمره این ازدواج یک دختری بود به نام صفیا و بعدها با عوام ابن خویلد ازدواج کرد و عوام ابن خویلد پدر زبیر هست، زبیر ابن عوام، و همچنین صائب ابن عوام هست. در واقع که زبیر و صائب هر دوتا فرزندان حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها هستند و هر دو از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. صائب در غزوات شرکت کرد، بدر و احد و خندق و نهایتا در غزوه یمامه شهید شد. و زبیر را که داستان بسیار مفصل و طولانی دارد و انشاءالله ما درباره اون و درباره افتخاراتش و مواقفش و خویشاوندی های نسبی و سببی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه داشتن مطالبی بیشتری را انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما عرض خواهم کرد.
زبیر ابن عوام ابن خویلد در واقع پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست. به این معنی که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، یعنی اضافه بر این که حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه پسر عمه رسول الله و حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست، این از جهت نسب مادریش هست. از جهت نسب پدریش اگر ما نگاه بکنیم باز هم به خانواده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم متصل هست، زیرا که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها عمه زبیر ابن عوام هست. زبیر ابن عوام هست، عوام ابن خویلد، و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بنت خویلد هست. پس بنابراین فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم و دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم میشوند دختر عمه های حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه. پس بنابراین میبینیم که حضرت زبیر تا این اندازه با خانواده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک هست. انشاءالله بعد از یک میان برنامه کوتاه باز هم خدمت شما خواهم بود و مطالبی رو در این زمینه بیان خواهم کرد. خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میآموزه. همچنین در مورد فضیلت یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم وصال حق، گامی در راستای بیداری. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها عمه رسول الله و حضرت علی رضی الله تعالی عنه مادر حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه است. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها یک فضیلت بسیار منحصر فرد و ویژگی بسیار جالبی رو داشتند که هیچ کسی در دنیا و هیچ کدام از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان ویژگی رو نداشتند و اون این هست که در کتاب‌های سیره و مناقب درباره مناقب حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ذکر کردند که ایشان 12 نفر محرم داشتند از اهل بدر، یعنی از اصحاب بدری، از مجاهدان و سربازانی که در بدر شرکت داشتند و با اون فضیلت و اون درجه و شرافتی را که داشتند 12 نفر از این افراد محرم حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها بودند که با ایشان رفت و آمد داشتند که من اینها را به صورت گذرا انشاءالله ذکر خواهم کرد. نخستین اونها سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و علی که برادرزاده های صفیه بودند و حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه که برادر ایشان بود، زبیر و صائب پسرانش بودند، ابو سلمه ابن عبدالاسد و ابو صبره خواهرزاده هایش بودند و پسران بره دختر عبدالمطلب
و همچنین عبدالله ابن جحش و طلیب ابن عمر خواهرزاده هایش بودند باز هم، و پسران امیمه بودند، امیمه دختر عبدالمطلب، و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که پسر خواهرزاده صفیه بودند، زیرا که اروا که مادر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است، اروا دختر کوریز هست و مادر اروا ام حکیم البیضا هست، یکی دیگر از دختران در واقع عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم و دختران عبدالمطلب. یکی از دامادهایش در این جنگ بود، دامادش و شوهر دخترش ربیعت ابن اکثم که شوهر صفیا بود، و داماد زبیر که قدامت ابن مزعون بود. مجموعاً اینها 12 نفر بودند که از محرمهای حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها، همه این افراد از مجاهدان درجه 1 اسلام و از بدری ها بودند. یکی دیگر از عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم ام حکیم هست که معروف هستند به البیضا یا ام حکیم، که ام حکیم در واقع دخلو بود با پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله و ام حکیم با هم دیگر دخلو بودند و مادرشون فاطمه هست، فاطمه دختر عمرو ابن عاید. در زمان جاهلیت این ام حکیم با کوریز ازدواج کرد، کوریز ابن ربیعه که ثمره این ازدواج اروا بود و اروا مادر حضرت عثمان ابن عفان هست. پس بنابراین مادر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه می باشد. و بعد از کوریز شوهر دیگری رو در واقع ازدواج کرد که به نام عقبه ابن ابی معیط بود که ثمره این ازدواج باز هم چندین فرزند خداوند متعال به اون عنایت کرد، من جمله ولید که معروف است به ولید ابن عقبه. و یکی دیگر از عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم امیمه هست که در زمان جاهلیت ازدواج کرد با جحش ابن رعاب و از این ازدواج فرزندانی رو الله متعال به اون عنایت کرد، من جمله عبدالله که یکی از مجاهدین بدری هست و در بدر شهید شد، و یکی دیگر از فرزندانش عبد بود به ابو احمد معروف هست، زینب که ام المؤمنین هست و همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که زینب بنت جحش ام المؤمنین هست و دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و همسر ایشان و ام المؤمنین بود. و حمنه هستند دختر دیگرشون ام حبیب عبیدالله ابن جحش که عبیدالله ابن جحش اون فردی بود که مسلمان شد و شوهر ام حبیبه بود، ام حبیبه که بعدها در واقع ام المؤمنین شد و دختر حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه و خواهر معاویه بود و مسلمان شد و هجرت کرد رفت در حبشه و اونجا مرتد شد و از اسلام برگشت و نهایتا در اونجا وفات کرد. و در اونجا بود که بعد از گذشت عده ام حبیبه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام خواستگاری فرستاد برای ام حبیبه و نهایتا ایشان را ازدواج کرد. و یکی دیگر از عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم بره هست، بره دختر عبدالمطلب که شوهرش عبدالاسد ابن هلال بود که با ایشان ازدواج کرد و ثمره این ازدواج فرزندی بود به نام ابو سلمه که نام اصلیش عبدالله هست و لقبش کنیش ابو سلمه بود و برادر رضایی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و شوهر قبلی ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها. اگر خاطرتون باشد در ذکر و معرفی نام خویشاوندان رضایی رسول الله صلی الله علیه و سلم من خدمت شما عرض کردم که ابو سلمه و حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم این سه نفر برادران رضایی یکدیگر هستند. و یکی دیگر از فرزندان بره دختر عبدالمطلب ابو صبره بود، ابو صبره ابن ابی روم که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و پنجمین عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم اروا هست و اروا در زمان جاهلیت ازدواج کرد با عمیر ابن وهب و ثمره این ازدواج چندین فرزند بود، طلیب که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و مصعب ابن عمیر که در غزوه احد هم ایشان به شهادت رسید. و آخرین و ششمین
عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم عاتکه هست و شوهر عاتکه ابو امیه بود، حذیفه ابن المغیره، و ثمره این ازدواج چندین فرزند بود، من جمله عبدالله که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، و همچنین قریبه دختر ایشان بود که ایشان هم صحابیه هستند، مسلمان شدند و یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. این مجموعی هست از عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم و با تعداد و شماری از فرزندان ایشان که من خدمت شما معرفی کردم. میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان اصحابی که داشتند و معروف ترین اصحاب ایشان بودند مانند حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و همچنین حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه، میبینیم که از نظر نسبی رسول خدا صلی الله علیه و سلم با این افراد یک ارتباط بسیار نزدیکی را و نسب بسیار نزدیکی را دارند. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هم از جهت مادر و هم از جهت پدر به رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط دارد و به خانواده اهل بیت متصل هست، اونگونه که قبلا عرض کردم که مادرشون صفیه هست و صفیه یکی از عمه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، و از جهت پدر باز هم حضرت زبیر ابن عوام هست و خدیجه رضی الله تعالی عنها هم خدیجه دختر بنت خویلد هست و عموام هم پسر خویلد هست. پس بنابراین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها می شود عمه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه. و از طرف دیگر می بینیم که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که یکی از خلفای راشدین و سومین خلیفه هست، میبینیم که پسر در واقع خواهرزاده صفیه می شود، یعنی این که مادر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه می شود دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم. با این مثال ما می رسیم به این نقطه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با حضرت زبیر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما ارتباط خانوادگی و نسبی بسیار نزدیکی را داشتند و انشاءالله در جلسات دیگر که در خدمت شما خواهم بود باز هم مطالبی را درباره نسبت زبیر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، نسبت‌های سببی ایشان با رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت ایشان مطالبی را خدمت شما بیان خواهم کرد. تا آن زمان تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى